یکی از مامانمون اومده ازمون سوال کرده که آیا شستشو توی دوران پریود مضر هستش برامون یا نه. من قبلا راجع به این توضیح دادم، اما دوباره میخوام براتون بگم. طبق یه سایتی که یه سایت حالا خارجی هستش و اطلاعاتش به روز، طبق آخرین مقالات میاد در واقع توی سایتش مطالب رو میذاره، اومده گفته بچه‌ها اصلا حمام یا شستشو تو دوران پریود هیچ ضرری که براتون نداره، خیلی هم مفیده. باعث میشه که اون بوهای دوران پریود از بین بره، این گرفتگی عضلات در واقع از بین بره و شما ریلکس تر باشین، راحت تر باشین و هیچ ضرری شستشو توی دوران پریود و حمام کردن برای شما نداره. اینو اومدم بهتون بگم. اول اینکه برای هر کسی که فکر میکنید براش مفیده ارسال بکنید، و دوم اینکه مبنای خودتون رو اینستاگرام قرار ندید. درسته من خودم هم توی اینستاگرام دارم فعالیت میکنم، ولی یه سریا واقعا یه سری چیزا رو برای اینکه ویو بگیرم میان به شما میگن و در واقع اصلا حمام کردن و شستشو توی دوران پریود نه تنها هیچ ضرری براتون نداره، حتی براتون مفید هم هستش. مرسی از توجهتون.